و هی بار تنها آمدیم. کاکا انسان دو برنامه ما یک نره خفت شد و ما هم از نو خفت شدیم. بعد اتفاقات رخ داد به مو ارتباط ما تنها آمدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این دوستا باز تنگ اندازی ایگه پاس روز هست که خود کاکا انسان خودت هستن کدام نیست دو برنامه گفت تو بود یا دانام کاکا انسان هم میگیرم سنگ میاگر طرف دوستا فرد میگیرفتیم نفتم برای دو نفر کی هست؟ سلام و خسته نباشید هموطنان عزیز. خدا کنه جور و صحتمند و سر حال باشید. در هر کجای دنیا که زندگی میکنه صبر و خوب و خوش داشته باشید. خوشحالم که دیگه باز هم حنیف نوید شده با یک برنامه کاملا جدید در خدمت شما دوستان قرار گرفتیم. هموطنان گلم، قسم که شما میبینید من در کوههای تور بوره موقعیت دارم، در جایی که در برنامه قبلی در چینل افغانستان همراه قلندری صاحب آمده بودم پیش کاکا انسان و بعد اتفاقات اوجه رخ داده بود و همراه بعد اتفاقات رو برو شدیم و هی بار تنها آمدیم. کاکا انسان دو برنامه ما یک نره خفت شد و ما هم از نو خفت شدیم. بعد اتفاقات رخ داد به مو ارتباط ما تنها آمدیم دیگه ببینیم خدا کنه کاکا انسان باشه که کاکا انسان از نزدیک من ببینم همراه گپ بزنم. اولی که خدا کنه اجازه بده که من داخل برم ببینم همراه صحبت کنم و مهمتر از همه ای که اتفاقی که بالای قلندری صاحب رخ داده بود خدا کنه بالای من رخ نده چون من تنها هستم. دو برنامه خوشبختانه که کمرمین هم همراهیم بود و قلندری صاحب هم همراهیم بود. تنها نبودم که اگر برنامه را شما دیده باشید در دقایق آخر قلندری صاحب آمد و من یک انرژی مثبت را گرفتم، انرژی کامل گرفتم و تا تانستم داخلی مغاره بیرون شوم و هی بار تنها هستم و قسمت که میبینه مثل برنامه قبلی سلفی است. ما سلفی آمدیم و جایی را که در برنامه قبلی غلام انسان معرفی کرد که در اینجا صدا هست و سالهای بسیار قبل است، قریه ها در اینجا قریه هاست و مثلا لشکرها زندگی میکنه و بعد افراد هست و نماند که من اینجا بالا شدم. خب دوستا دل نازل هستم که داخل چه رقم برم، همه تا اینجا که آمدیم باید داخل برم. شما همه دعای خیرتان مرا فراموش نکنه تا خدای نخواسته کدام اتفاق به من رخ نده. واسطاش تو میرم خدا کنه کاکا انسان باشه و کاکا انسان هم دیده بتانم همراهی صحبت کنم و از همه مهمتری که خدای نخواسته کدام اتفاق به من رخ نده. شما ببینید دوستا که اینجا واقعا بسیار ترسناک و وحشتناک است. اگر کاکا انسان باشه خب خیر همراه گپ بزنم کدام مشکل نیست و هر رقم که خانه میسازم و اگر نباشه دیگه باز برآمدن از اینجا و بسیار جنجال برانگیز است. دیگه به هر طریق است آستاز تا میریم به طرف داخل ببینیم خدا کنه کاکا انسان باشه و طرف داخل و همراه گپ بزنم. در برنامه قبلی ادی که بالای موار که یک چند تا قلندری صاحب با یک وضعیت هستند من خفت شده بودم و به خاطر مزد خواهی آمدیم که مزد خواهی کنم و دلت دوباره به دست بیارم. دعا میکنم خدا کنه به داخل باشه. خب دوستا ما دوستا به داخله
این مغاره را دیدم و بسیار کم مونده که باید به دای مغاره برم داخل برم. خدا کنه که کوکویسان باشه و کوکویسان ما دیده بتونم و خدمت مدد خواهی کنم تا خیر بنده خدا آدم است که درد دیده و رنج دیده و در بدترین حالت زندگی میکنه. دلجویی کنیم و مدد خواهی کنم و دلت دوباره بدت برم. کوکویسان هستی؟ کوکویسان؟ کوکویسان؟ خب عزیزان دل بالاخره به دهن درونی دهنی مغاره رسیدم و هرچی که صدا کردم کوکویسان به داخل مغاره نیست که نمیفهم کجا رفته چرا نیست، اما تمام وسایلی گپای هست. شما خوب سعی کنید تا اطراف کوکویسان خود دوست عزیز شما سعی کنید که تمام وسایل کوکویسان است اما خود کوکویسان نیست و بازم مثل برنامه گذشته ما در این غار تنها ماندم و این غار بسیار ترسناک و وحشتناک است. ما باز ترس در دل ما جایی گرفت از اینکه کوکویسان در اینجا نیست. من به خاطر از این آمده بودم که از کوکویسان منزل خواهی کرده دلجویی کنم و دوباره دل تبدل بیارم تا خدای نخواسته کدام بدوا نکنه به ما. هرچی نباشه مسکین است، بیچاره است و در این وضعیت زندگی میکنه. خدای نخواسته که ما را بدوا کنه، بدوای خداوند قبول نکنه و دچار کدام بلا و گرفتاری نشیم. اما متاسفانه که کوکویسان نیست و باز هم در این مغاره همه تنها ماندم. در این مغاره کاملا ترسناک و بی‌سر صدا. عزیزان دل ترس دل ما جایی گرفت، ترس دل ما جایی گرفت که بسم الله الرحمن الرحیم. این دوستا باز سنگ اندازی دیگه پاس درست شد که خود کوکویسان خودت هستن کدام مثل او برنامه گفت تو بود یا همون دوستاییست که سنگ اندازی میکنه مرا میترسانه و باز هم مرا اینجا بند ماندم. شما عزیزان دل دعای خیرتان مرا فراموش نکنید که من بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. کوکویسان نه شما سعی کنید که بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله این دوستا باز سنگ انداختن شروع شد مثل برنامه قبلی و چند قبلی ما کلیسی سنگ‌ها نزدیک بالای من انداخته میشن. از این بلندی یک کدام سنگ در فرق ما بخوره خدا تلفن ما میدانتن نمیتن غیره که بچه های دفتر از کابل بیاین و جدید مرا ببرن دیگه یکم خبرم نمیشه که من در اینجا هستم. و اگر کوکویسان بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم میره دوستا باز فرمانم نمیشه که شما سعی کنید آمدن سنگ‌ها
اوه بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر سنگ است که دور آدم نمیرسه به سنگ پرتاب. سنگایی هست که دیگر موجودات هم باقی نمیره. موجوداتی که به گفته کاکا انسان هست، دوستای کاکا انسان هست. نگاه بزرگا هست و نگاه پای دیگر. کاکا انسان دانا کاکا انسان هم میگیرم سنگ میادر تا سنگ آمد سنگایی میاد که ما میبینه سنگ آمد جایی هست که من نمیده رای برآمدت نباید برای اما متاسفانه که سنگ هم نبوده میاد چه رقم ببینه برای ما سعی کنه خودتان ببینه که در یک وضعیت هست چه رقم آدم را سنگ میاد تن تا دلم از یاد میایی گرفته و من تنها هستم ای که قلندری شوی و کمرمین که او برنامه همراه ما بود میبودن همراه ما یک دلگرمی برای می بود اقل ای جرات میگرفتم میفتم برای تو نفر کی است؟ کی است؟ صدای صدای بسیار خطرناک آمد و نمیفهمم صدای کی بود اما کی است؟ کی است؟ کی است؟ کاکا انسان کاکا انسان کاکا انسان اگر صدای من مثل این به خاطر مدد خواستن پیش خودت آمدیم لطفا حتما ناراحت نباش بیا در مقابلم بیا و به این دوستایت بگو که سنگ پرتاب نکنه کاکا انسان دوستا هرچی که صدا میکنم بسم الله الرحمن الرحیم هرچی که صدا میکنم و صدایم که جواب نمیده همه اینا میبینه که سنگای رنگ دارن داخل شده میره از هر طرف کاکا انسان کاکا انسان دوست عزیز صدای بسیار خطرناک و خطرناک آمد از بیرون میاد که من نمیفهمم چه رقم به طرف بیرون میاد بسم الله الرحمن الرحیم سنگ انداختن ها بیشگام زیاده دوستا این دوستا شما سعی کنه که سنگ انداختن دگام زیاد شده مرا میترسانه نمیمانند که طرف بیرون برایم و من بسیار یک جای بد گیر مانده من به داخل مغاره هستم ای کان تندیم رای مغاره تندیم رای مغاره میبودم اتفاقات رخ میداد من داخل نمید آمدم مرا خوب ماندن من داخل مغاره آمدیم حال داخل مغاره یک هم سنگ پرتاب میکنن کاکا انسان کی هستی؟ کی هست؟ حالا بیزانه ده دوسته آمدن خیلی زیاد شد خیلی زیاد بسیار زیاد شد من بند مانده نمیفهم که چه رقم بیرون برایم و هرچی که انسانت ندا میکنم و اگر باز هم نمیفهم پت کردم آدمی دوره بر یا خودت نیست دوستایی که میگم دوستای من تو کسایی که همراهی هست اونا هست بالای من سنگ مندازن نمیفهم اما ما گیر موندیم به داخلی مغاره نمیفهمم داخلی مغاره چه رقم بیرون برایم کاکا انسان کاکا انسان
دوستان کاکایشان وجود نداره نیست یا نیست یا این که خدا فت کردم من نمیفهمم سنگام خدا را شکر فعلا بند شد کاکایشان کاکایشان وجود نداره ما بسیار تشنه شدیم یقدر تشنه شدیم حلق دانم خاک مانداری خیال ترس بیاد خدا کنه ای دولیت هاو دان تاوست نفدان تا پاوگا بخوریم دولیت هم هاو نداره دوسته یدید و دیگه طرف بسیار زیاد تشنه شدیم حلق دانم جنس بیده دیگه نمیفهم که چی کنم چی خواد ندوید چرا هم خواد دارم کاکایشان خیلی دوستان برای بیخی باید طرف داخل از بلاد داخل سنگ افتید خوش شد مدی بغل گوشم بده مگنی مستقیم خودم هم میخواد خب دوستان دید کاکایشان کاکایشان خیلی دوستان سنگ آمدن باد درست حتما همه دوستای کاکایشان که خود کاکایشان میگفتونم با هستن ولی که بسم الله الرحمن الرحیم همه که کاکایشان از پیش من ناراحتن خودشان نمیخوایم مرا ببینم دوستای هم خبر شدن که از پیش من بسم الله الرحمن الرحیم دوهای نه سنگ آورد دوستای هم خبر شدن که کاکایشان ما ناراحت ساختیم و ما ای داخل آمدیم بند ماندیم و حتما میخوایم قرض بگیر اینجا شاید قرض اینجا داشته باشن که کدام ماشی به ما برسانه خب دوستان عزیز سنگ آمدن را شما دیدی که سنگا بسیار زیاد شد آمدن و سنگ و مگر ناگزیر میخوایم که اگرای درآمد بخواد پیدا کنم که حداقل سنگ نبیه که مدینه برایم اما هر طرف که میرم سنگ آمده میرم تو که خدای نخواسته کدام سنگ دمی کمره من نخوره کدام خرابی نکنه این دوستا تی جای ترسناک و وحشتناک یک قدر سنگ که آمد ترس مرا و وحشت مرا تگام زیاد ترسناک اما ما ایزان ماندیم که عزیز چه رقم برای من داخلی مغاره و این مغاره سعی کنه که از بالا بسیار خطرناک حتی خط بالا اون دوستا عزیز طرف بیرون نظر سنگ انداختن یک پا و طرف بیرون هم زیاد شد من دیگه میتونم تا کوشش میکنم که برایم به طرف بیرون خدا کنه کنم سنگ به سر من نخوره یا کمره من میده نکنم منظور که میتونم تا فکر خدا گرفته ای گوشنه و او گوشنه را گرفته برای من دیده بسیار جای خطرناک و وحشتناک هم دوستا تو از این طرف این طرف سنگ زیاد میامد اما حالا سنگ منگ نمیامد کاکایشان کاکایشان این هرچی آن دوستان صدای سلاقی گفا میایم خدا کنه
خدا سنگ به سر من نخورم. من اون سنگش میترسم هیچ کسی نیست که بیای بود مرا خلاص کنم و اصلا کی را که رایتم بسیار خطرناک است. بالاخره من داخل این مغاره برآمدم به طرف بیرون و خواستم تا ببریم که رای خود پیدا کنم. کاکایشون خب دوستا دید ما تا داخلی مخاره برآمدم. خوب شد که خدای نخواسته کدام اتفاق با من رخ نداد. میرم شما ببینید من بسیار یک جای قید بند مانده بودم. یک جای بدبختی این که گردد قید یک جای بسیار خرد داره که از دوجا غیر اینم یک را دیگر را نیست که دیگه روی و بالاخره معدیده برآمدم و ای کاش که خیلی دوستا با سنگ آمد دوستا. اما من از این میترسم که سرخم برای من دوستا میکنه که از این بلندی ها میره سنگ ها آمدن میره سنگ های بسیار خطرناک. این بلندی را سعی که از این بلندی را بسم الله الرحمن الرحیم دوستا از این ارتفاق اگر سنگ به سر آدم بخوره 100% آدم اوگار میشه و سنگ ها نمی طرف و طرف من میره. دوستا عزیزان دل من موفق نشدم که کاکایشون رو ببینم و ازش مدد خواهی کنم. فعلا شما ببینید که من داخل غار بعد برآمدم دیگه دیدار کاکایشون نصیب ما نبود یا حتما بوده از اینکه از من دلخور بود از من خفه شده بود نخواست که مرا نشان بده خدا به من و این سنگ آمد هر طرف آمده میره. همون خوب است که من زودتر عزیزه برایم دوستا عزیز دیگه من آگذیر که را قطع کنم و به خود یک راه پیدا کنم.